بنده صادق متجدد هستم، بچه بندر انزلی. آب و خاک من اونجاست، دریاست، ماهیه. ما با عشق تمام چون تو رودخانه سیبرود مایی فراوانه، مخصوص سیاکولی، کاسکولی و شده دنیدی رشتیدی چیکم. من عاشق کلیگیریم. و هر حال تا اونجا که تونستم 19 سال مدام وجود که به خدا واسه اگه یک شایی از سیبرود گرفته باشم پولی نبودم، مجانی هنجرم گذاشتم، بازم میذارم تا زمانی که هنجرم کار بکنه. پیچ منو خلاصه به هر حال امروز باز کردن. عرضم به حضور شما شایع به شما انداختن که صادقو گرفتن، صادقو زدن، نمیدونم تو زندانه فلان. خدا بسر شاهد به جان بچهای من حتی یه تارموی من دست نزدن. این حرفا چیه فلان چیه؟ من مورد احترام و خلاصه به هر حال همین دوستای ورزشیمون هستم. 45 سال برای سیبرود بگذارم. افتخار میکنم که برای مملکت من رشت تا اونجا که بتونم جونمو برای فوتبال میدم تا زمانی که زنده ام. ولی بهشون میگم افتخار گران ملوان، عشق من در قلب من سپیدرود. ولی من خیلی دوست دارم و آرزوی من اینه اگه از دچار قبول کنن من لباس ملوان بپوشم. محمد زیتونم رفیق صمیمی من، دوستش دارم خدایی. از بچگی خلاصه از اون جوانی که اومده بود این حلم شما بیش خلاصه مال هر دوتا مونه. این فریادی است که ما باید به مردم بگیم که باشون دلشون رو شاد کنن. اصلا من عاشق ورزشکار هستم، اینجوری بهتون میگم. چی والیبال باشه، چی فوتبال باشه، چی بوکس باشه فلان، تو محیط ورزش من خیلی دوست دارم. برای اینکه دارن زحمت میکشن. چی اون تیم باشه چی این تیم فرق نمیکنه برای من. هر دوتا باید 90 دقیقه بدون. یه فوتبالیست باید اینقدر تمرین کنه، اینقدر دوندگی داشته باشه که بتونه ما رو شاد کنه. از خدا بیاموزه غیران دیگه نگو به خدا. قرآن نامشو میارم کیف میکنم. برای اینکه اون یگانه بود، دوستش داشتم و جاش خالی نیست که حل من بشنوه. به هر حال انجام وظیفه کردن. من پیج من یه جوری هستش که اصلا شایسته خانواده‌مه. من نهایت سعی خودم میکنم. اگه تو خیابون اجرا کردم فلان کردم، اول گفتم لطفاً رسیداتون رو بذارید، اگه باشه من اجرا نمیکنم. دوست دارم با هم بریم بازار ببینیم چند وقت با صحبت کنم و عکس بگیرم. ولی از صبح طلب که فرام نزدیک 200 تلفن برام شده. خدا من تعالی در ایران مسلم کردم. اینا من دیدم. من فقط میتونم تشکر کنم از اونایی که یادم من میکنن. یه افتخاری برای من. میتونم بگم که ایرانیم، گیلانیم. تشکر میکنم از همه اونایی که دوستم دارن. متشکرم. خدا نگهدارم. یه بفرما زدی منم جا زدم، نقابه کلامو بالا زدم، دیدم وای وای وای، دیدم وای وای وای. تو گفتی بشین داداش مندلی، نشوندی منو روی صندلی، دیدم وای وای وای. خدا سه نشستم، گلو را دادی دستم، منم هی میخوردم، حالا مستم، حالا هر جور بگی میرستم و آواز میخونم، براتون در میدم، هی ساز میدم، با ناز میخونم. درلی دای دای لای، درلی دای درلی لای، درلی دای درلی لای. ابکل قصه بزه بات میان او 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 ایروزی تنگ قلوبات من بزه مات خلق شافت يركبن او 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 ایروزی هم یزیدی کافر بشو یا عندنی بیان با خبر او 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 عقبی رشتیم عقبی رشتیم خیلیم مشتیم تاکسی برگشتیم او 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 هلا کن بلی بلی کن بلی کن. به هوای روخانه آب میان، بشی بود بده آب میان او 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 او.
دیده کافر بشی رشت میان با خبر ایروزی تنگ غروب آسمان و زما هوا بمیره بسیر کمان اگه دونی رشتیم اگه دونی رشتیم خیلیم مشتیم تاکسی برگشتیم